حرف و هجا نوای ملت داره، از صدق و صفا لیوای ملت داره. در هر نفس صدا و سیمای وطن از شوکت پیشوای ملت داریم. خوش آمدید جناب عالی و خجنگ باستان. 24 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در شهر خوجند بینای ایلاوگی اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوق را مورد استفاده قرار دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بینای نو نخست با پخش تگمه با فعالیت تلویزیون سوق در فرمت دقیقیتش بلند HD آغاز رسمی بخشیدند. نمایش برنامه‌های تلویزیون سوق در فرمت نو با صدا دادن سرود ملی آغاز شد. خلقی عزیزم، تا زنده ام من به نام تو صدقاً افتخار میکنم. تو را صمیمانه دوست میدارم و تمام هستی خود را در راه خدمت به تو بی‌دریغ میباشم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از شرایط معاصر اطلاع رسانی و پیشنهاد برنامه‌ها در استودیوهای ثبت و پخش نمایش‌ها دیدن نموده با هیئت ایجادی و کارمندان تکنیکی تلویزیون و رادیو صحبت صمیمی انجام دادند. موضوع باید رنگارنگ باشد. ما مردم را با غذای معنوی تامین کنیم. خالگی در جامعه باید نباشد. پیش از همه از معرران و تهیه‌گران و نطاقان و متخصصان ساحه سطح بلند دانش زبان مادری، زبان دولتی، سطح بلند. چون که مردم با شما با تلویزیون نگاه میکنن، حتی نورسان تا کلانسالان خیلی زبان شیرین و شیوای و نطق خوب داشتند. سطح دانش درجه بلند سخندانی، سخنگویی با آزمون‌ها و کار دعوت کردن در کار است و در وقت تهیه برنامه‌ها موضوع باید رنگارنگ باشد. جامعه ما در پرابلم و مشکلات خیلی زیاد است. کمیته تلویزیون، کارمندان تلویزیون و رادیوی دولتی که هست، این اساس عملی‌گردانی سیاست ایدئولوژی دولتی را دارد. تشویقگر، ترغیبگر، موضوع فقط یک روباری شخصیت یک روباری دولت در نمی‌رود. سمت‌ها خیلی زیاد هستند. از سمت اقتصادی و اجتماعی گرفته دیگر موضوعها خیلی زیاد هستند. افسوس که از تلویزیون مرکزی سر کردن خود تعریفی زیاد است. یا که در جامعه ما دیگر کمبودی وجود ندارد. خیلی نیست در دولت داری به کمبودی نمیشه. رفت اجرایشی برنامه‌های دولتی است در ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، یا که مسائل اقتصادی و اجتماعی جمهوری است، ولایت است، شهر است، ناحیه است، یا که من حالا وای رفته اطلاعات است سپارش رهبر دولت در دایر به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. این هم برنامه مخصوص در جا چگونه عملی شده ایستادن؟ چگونه از رئیسان جماعت محله ها در دیهات، در شهرک‌ها، در محل‌های زیست، در شهر ناحیه ها، ولایت ها چگونه عملی شده ایستادن؟ از جا گرفتن در کار. فقط تعریف کردن در کار نیست. وقتی که از حد زیاد خود تعریف کنید و میکنید، ما به خطاهای جدی راه میدیم. یعنی کمبودیا را ما خوب دیده و دانسته چشم میپوشید. برعکس کمبودی را آشکار کرده و راه های حل فصل آنها را جستجو کرده مونده.
و برطرف سازیم. می شود کمبودیامون در جامعه کمتر، یعنی دولت آیسته آیسته رشد و انکشاف ترقی میکند. یا که مهیا کردن جاهای نوی کاری، من سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی. بیاید موضوع کلان کوچکور عملی شدن در کدام ناحیه، در کدام جماعت انتخاب کردن در کار، دیدن در کار، کمبودیا را آشکارا گفتن در کار، نشان دادن در کار است. کارمندان تلویزیون، رادیو از این چیزات اگر دیدی وسیع نداشته باشه، شما وسیع‌تر کارها پیش نمیروند. نقشه ها و برنامه‌های راهبری دولت یا حکومت مملکت قانون‌های قبول کرده پارلمان در جا عملی نمی‌گردد. وقتی که عملی نشد، باز میگم که کشور رشد نمی‌کند، ترقی نمی‌کند. ما در یک جامون میستیم. ببینید که زمان عصر علم و تکنولوژی است. ما در این جا چیکار کردیم؟ همطور نیست. ولی یا که ساحه معارف گیریم امروز. من تمام این سفر ما را بینید تعلیل کردید، من حتما مکتب میروم، باغچه میروم. برای چی؟ دولتی که با ساحه علم و معارف اهمیت اولین درجه نمیدهد، عاقبت هیچ است. عاقبت یگان چیز موفق نمیشود. دولت رو کی آباد میکنه؟ متخصص. همینطور نه؟ متخصص. متخصص از کجا تربیت می‌یابد؟ از باغچه، از مکتب. ملت چقدر باسواد باشد، دولت همونقدر رشد و ترقی انکشاف می‌یابد. همین است. یا تو با کار کردن در کار، کارهای آبادانی باید. من آداب، اخلاق، رفتار، بعضا خدمت رسانی کمبودیا را آشکار گفتن ما در کار. اهل هم آماده باشند. اهل که اگر سخندان نباشد، سخنگو نباشد، سخنور نباشد، موضوع را خودش درک نکند، یا که خودی برنده، خودی روزنامه‌نگار دایر به کدام موضوع آماده باید باشد. خیلی چکور بعداً به بحثی موضوع گذارد. اگر نباشد متخصصی کسبی دعوت کردن در کار. خود اهل دیگر متخصصان ساحه هستند، باید عموفهم. حالا برنامه تاجیکستان با تمام دنیا پخش میشود. با تمام دنیا یک تاجیکستان تماشا نمیکنند. نه اینکه تاجیکای برون مرزی هم تماشا میکنند. دیگر خلق و ملت ها نگاه میکنند در کجا چگونه برنامه است. خود ما تماشا میکنیم که قریب 10 تا استودیوی کانال‌های تلویزیونی شد. ورزش شد، فوتبال شد، برای کودکان با آرایستان کردیم، برای فرهنگیات تلویزیونی سفینه کردیم. خب من میبینم فرهنگ تنها یک صنعت نیست، تنها یک سراینده و حافظ وی نیست. فرهنگ مفهومی وسیع دارد. نایه عشق، نایه باباجان غفورов، همین جباراسو اینجا غرق گل است. این که طبیعت زیبا دنیا در نیست، بهشتی روی زمین است. لیکن این را چی گونه نشان دهیم؟ برای متخصص بودن در کار، متخصص در کار است. حتی به یگان سخنگویی و به حتی زبان انگلیسی قطعی که منظرهای تاجیکستان یا که کجا است ماندن در کار است. به کمیتره یا که دایره سیر یا که منظرهای وقتی میوه‌های شهبار یا که دیگر نمودهای باغ‌ها بدون چقدر ذوق مردم با ساحه باغ‌پروری بلند می‌وردارد. ببینید منظرهای زیبا داریم. یا که نوع کوهستان مچاروی چقدر منظرهای زیبا. یغناق، پنجکین، جای تاریخی، موضوع بینیاد بسیار است. ما میگن که تلویزیون و رادیو یک جای وای شده برای صنعتکارا. همین یک سر میتیم دیگه کار، چون که کار متخصص کار میکردگی کم. اینقدر طبیعت زیبای ما داریم، چشمه ها داریم، شرشره ها داریم، دریا ها داریم، نمیتونیم گرفته پخش کرده. همین زیبایی را برای ما کوه است، برای ما یک شرشره است، لیکن برای مردم یک طبیعت این در دنیا نیست. در بسیار دولت‌ها شرعی برای جذب سیاح‌ها، برای زیبایی شهر و دولتشان و دیگرشان. نه از شما وابستگی دارد. یا که از همون باغچه‌ها برنامه بیشتر کردن در کار. تا اینکه مردم با باغچه پدر و مادر کودکان را نورسا را با باغچه برد و عموما همین ساحه روش کنند، مؤسسه‌های تا مکتبی، خانه کودکان.
ایره برنامه نصب کرده نشان دادن نکن دهها و محلا و کار آبادانی تشویقات ترغیبات و بکی کردن استفاده برای مداریت زمین این ساها باید انکشاف می‌یابد یا که هم زنبوری اصل پروری همیشه نشان دادن ممکن بازار بر لیکن هموره صنعتی بلندی نوارگیری یا تصویری در جایش در منظره که وای است همون پروسس متخصصی که همین ساعت میداند پرورش وای نشان دادن در کار تا حالا فصلی که چقدر فایده‌ناکیش بر سلامتی انسان چقدر درآمد میگیرد هر سال ها اهلی اویلش چگونه تامین میکند شما چشمی دولت و حکومت شما هستید نمایشاتان صنعی نباشد طبیعی باشد بیشتر مردم چیزهای طبیعی در خوب قبول میکند این چیز ضمن شناسایی با پرزیدنت مملکت اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در بینای ایلاوگی تلویزیون و رادیو ماه ایون سال جاری آغاز گردیده در مهلت 5 ماه از جانب کارگران و متخصصان محلی با سطح و صفت بلند به انجام رسانده شده است. بنا از 2 آشیانه و 24 اتاق کاری، 4 استودیوی معاصر و بر هوای ثبت و پخش برنامه‌های تلویزیون و رادیویی، 9 تنظیمگاه، آشخانه و دیگر شرایط خدمترسانی عبارت میباشد. عین حال در شرایط امروزه اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوغد 100 نفر و در مرکز تکنیکی آن 58 نفر فعالیت دارند. باعث افتخار و سربلندی هر یکی ماست که میوه استقلال و آزادی برای ما خیلی شیرین آمد. بخصوص زنی تاجیک در دوران استقلالیت به معنای تامش یک مقام و مرتبه خاص پیدا کرد که از بلند گردیدن نقش بانوان در جامعه معاصر درک می‌دهد. 38 سال قبل همگی یک شبکه در جمهوری وجود داشت. امروز می‌بینیم در مدت نچندان دراز تلویزیون و رادیوهای محلی فعالیت دارند که این نشانه دستگیری دولتی و رشد ساحه ژورنالیستیک در کشور به حساب می رود. سپاس بی اندازه و احترام و صمیمیت اهل کارمندان اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوغد را به پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان می رسانم. گذاشتن به فرمت HD طلبات زمان است. با در نظر داشت این همه دستگاه و تجهیزات نواربرداری، تصویربرداری، تنظیمگری، ثبت آواز و غیره در تلویزیون ولایت سوغد نو کرده شده. استودیوهای مطابق با طلبات زمان تشکیل گردیده است. بینندگان عزیز، نشر اطلاعاتی اخبار مستقیما از استودیوی تلویزیون ولایت سوغد منظورتون می‌گردد. در استودیو محفوظه کاملова و جواهری احمدزاده. این شرایط مرکزی تکنیکی به نهایت فراهم آورده شد از آن خاطر که 2 کامری زمانوی و همزمان تجهیزات‌های معاصر زمانوی و ما تحفه نمودن با چنین دستگاه‌های زمانوی ما می‌توانیم برنامه‌های بهترین به مردم و ولایت پیشنهاد نماییم. من بعد برنامه‌های تلویزیون ولایت سوغد با تجهیزات‌های نوی زمانوی که خریداری شده‌اند تنظیم و ثبت می‌گردند و این برای بهتر کردن سطح و صفت برنامه‌ها مساعدت می‌کند. از این پس کارگران و متخصصان اداره با استفاده از شرایط مهیا شده برنامه‌های تلویزیونی را با صفت بلند و جوابگو به استاندارد جهانی ثبت و پخش خواهند نمود. ما اگر در تهیه و پخش برنامه گزارش ها از دستگاه ها و واسطه های عادی‌ترین تکنیکی و ایجادی استفاده می کردیم، امروز نگاه کنید که ما به چقدر رشد و تکامل آمده رسیدیم و این همه البته نتیجه تطبیق سیاست درست و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. زیرا همه وقت ما توجه خاصه پیشوای ملت را نسبت به کارمندان وسایط اخبار عامه حس میکنیم، احساس میکنیم و ما در نوبت خود کوشش میکنیم که در ترغیب و تشویق سیاست و غایه‌های پرارزش ملی همیشه سهم معینی خودمون را گذاشته باشیم و خواهیم گذاشت. و امروز ببینید که تلویزیون ولایت سوغد که در سالهای اول تأسیس یابی که به سالهای 90 راست می آید همگی از چند دستگاه و تجهیزات نواربرداری و تنظیم عبارت بود و همگی
در دوره‌های اول فعالیت 15 دقیقه بعداً 1 ساعت وقتی پخش داشت، وقتی افیر داشت. این زمان قریب که پوره وقتی افیر دارد و در پوره کردن فضای اطلاعاتی کشور از جمله ولایت سوخت امروز یک نقش معینی خود را دارد. در یاشانه یکم تلویزیون استودیوی ویرتوالی دکوراسی‌ها برای برنامه‌های اخبار، شمیم صبح، برنامه مستقیم فرهنگی و فراغتی شام دیدار و دکوراسی‌های زمانوی برای شو و برنامه‌های سیاسی مطابق به طلبات دور و زمان ساخته شده. در آن تجهیزات معاصری روشن دهنده نصب گردیده است. واقعا امروز شادی و فرح کارمندان اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت را حد و کنار نیست. زیرا محض با قدوم مبارک پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان کلی کارمندان صاحب بیناهای زیبا و زمانوی و استودیوهای بر هوا گردیدند. از این غمخواری سرور معظم ملت ما مسئولیت را دوچند احساس نموده باز کوشش میکنیم که آن همه پیشروی ها را، آن همه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را برای جامعه پیشنهاد نماییم. خیلی خرسند هستم که همچون یک متخصص جوان پس از ختم دانشگاه با اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت به کار آمدم و از آمدن خود خیلی سرفراز هستم و در کودکی آرزو داشتم که یک روزنامه‌نگار شوم و حصه خود را برای پیشرفت این وطن گذارم و امروز خوشبخت هستم که به آرزوی خود رسیدم و باز مسئولیت را دوچند برای خود احساس خواهم کرد. ما جوانان قوه بزرگ هستیم و هر خلق و ملت در هر دور و زمان از ما جوانان امید آینده نیک دارد و امروز با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان محض به وزارت اخبار عامه توجه خاص ظاهر می نمایند و امروز من کوشش به خرج میدیم همچون یک روزنامه‌نگار جوان آینده کشورم را گل شکوفا نمایم. مورد ذکر است که سالهای آخر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و تطبیق برنامه‌های دولتی شبکه‌های تلویزیونی مملکت رشد کرده، انفراساختار ساحه به طلبات زمان معاصر مطابق گردانده شد. به آرزویمان رسیدیم. صاحب یک بینای زمانوی هستیم. اگر بگوییم که رادیوی ولایت سوخت تاریخ نزدیک یک عصر دارد، پس تلویزیون ولایت سوخت این زاده دوران استقلالیت است. یعنی میتوان گفت که تلویزیون ولایت سوخت هم قدم استقلالیت است، هم سفر استقلالیت است، هم نظر استقلالیت است، هم صدا و هم نوای استقلالیت دولتی است و کارمندان همین اداره یعنی ژورنالیستان تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در زمان استقلالیت از روز تأسیس تلویزیون تا به امروز کوشش به خرج می‌دهند که همین تحولات سیاسی و اقتصادی جمهوری صاحب استقلالمان را با دیده دل ببینند، با چشم عقل و خرد نظر اندازند و همه آن را واقع بینانه برای مردم ولایت پیشنهاد سازند. امروز که برای خود کارمندان تلویزیون ولایت سوخت بینای نو هدیه کردند پیشوای معظم ملت، آن خرسندی ما باز هم دوچندان شد. این همه البته نتیجه توجه به اندازه پیشوای معظم ملت است و ما وظیفه‌دار هستیم. امروز ما وظیفه‌دار هستیم که همین رسالت اصلی خیش را من بعد باز هم بیشتر به اجرا رسانیم، چون که ژورنالیستیکا این خود یک ساحه هست که با مردم سر و کار دارد، با جمعیت سر و کار دارد و رسالت واقعی امروزه ما ژورنالیستان تلویزیون ولایت سوخت نیز پیش از همه همان است که همین کارنامه‌های پیشوای معظم ملت را در زمان استقلالیت انعکاس کنیم، برای مردم پیشنهاد کنیم. آن آبادی و آزادی و تحولات جمهوری صاحب استقلالمان را توانیم که برای هم مردم ولایت و هم مردم کشور و تمام مردم جهان پیشنهاد سازیم و افتخار از آن کنیم که در چنین یک وطن محبوب و دوست داشتنی و عزیز و گرامی زندگی میکنیم که نام مقدسش تاجیکستان است.
бинои асосӣ ва иловагӣ дар масоҳати умумӣ 2580 метри мураббаъ ҷойгир шудааст. дар ҳамин замина бинои мавҷуда низ аз таъмири пурра бароварда шуд. бинои телевизион ва радиои суғд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати 5 моҳ бунёду таъмири пурра гардидааст. дар саҳни бино дар доираи корҳои ободонӣ 2 фаввораи замонавӣ сохта шуда, ҳамчунин 10 сутунчароғ насб гардидааст. Я вспоминаю слова из выступления нашего лидера нации, президента страны Эмомали Рахмона. Вы знаете, он всегда говорил во всех своих выступлениях: работайте для народа, работайте для будущего Таджикистана, работайте добросовестно, работайте от всей души, и тогда наша страна, наш любимый Таджикистан будет еще красивее. И сегодня его слова сбылись конкретно на вот этом примере, на примере нового здания нашей студии. ҳамзамон дар ин мавзеъ гулҳои рангоранг ва 60 бех дарахти ороишӣ шинонда шуд. корҳои чароғонкуниву ободонӣ маҷмӯан 800 метри мураббаъро ташкил медиҳад. кормандони эҷодию техникии телевизион ва радиои вилояти суғд таҷрибаи пешқадамро дар шабакаҳои давлатии ҷумҳуриявӣ ва дар академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон аз худ карданд. илова бар ин бо мақсади бароҳ мондани таҷрибаи пешқадами телевизионҳои пешрафта сабту пахши барномаҳо тавассути студияи виртуалӣ амалӣ мегардад ки ин таҷриба айни ҳол дар шабакаҳои марказӣ истифода мешавад. мо имрӯз кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти суғд аз он хурсанд ҳастем ки барои мо кормандон ба ҳайати эҷодӣ ва техникии он чунин як бинои бошукӯҳ тӯҳфа гардид ва ин моро водор месозад ки боз ҳам ҷиҳати тарғибу ташвиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомали Раҳмон бештар масъулиятшинос бошем. имрӯз он таҷҳизотҳое ки вориди бинои мо гардид, мо бо боварӣ гуфта метавонем ки анамин дар формати HD ки мо имрӯз пахши барномаҳамонро ба роҳ мондем ва минбаъд ба тамошобинон беҳтарин барномаҳоро, беҳтарин ҷойҳои мавзеъҳои таърихӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва мавзеъҳои диданиро пешкаш мекунем, то ки сайёҳони хориҷӣ ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд аз он дидан карда бошанд ва хоҳиши тамошо дошта бошанд. чун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат мегӯянд ки Тоҷикистон биҳишти рӯи ҷаҳон аст. мо бо барномаҳои хеш мегӯем ки дар ҳақиқат Тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст. дохили бино бо нақшу нигори нотакрори миллӣ дар масоҳати беш аз 300 метри мураббаъ гаҷкорӣ шудааст. ҳуҷраҳои корӣ ва студияҳо бо гармӣ таъмин мебошанд. ҳамзамон барои назорати доимии гирду атроф ва дохили бино камераҳои назоратӣ насб гардидааст. имрӯз мо кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти суғд шод аз он ҳастем ки барои мо чунин як шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шуд. ин ҳама дастовардҳои соҳа самараи истиқлолияту ваҳдат аст ва аз татбиқи сиёсати хиратмандонаву ободкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дарак медиҳад ва моро водор мекунад баҳри адои рисолати касбии хеш софдилона ба ватани азизи хеш хизмат намуда бошем. дар замони муосир нақши васоити ахбори омма дар инъикоси ҳаёти рӯзмарраи мардум ва татбиқи сиёсати давлату ҳукумат хеле назаррас мебошад. телевизиони вилояти суғд бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ барномаҳоро омода ва давоми 18 соат пахш мекунад.